ازبکبی اسداللویeva خوشدامن امامعلی رحمون پرزیدنت تاجیکستان 5 روز پیش در پژوهشگاه گاسترانترولوژیا معروف به کلینیک منصورов در دوشنبه بستری کرده شده است. شب گذشته احوال او در بیمارستان بد شده است و به این دلیل صبح 4 ایول در جماعت نوروز در ناحیه بلخی بازار چاروا دایر نشده است. ازبکبی اسداللویeva در همین جا در خانه پسر کرونیش حاجی رحمت الله سعداللویف زندگی میکند. یک ساکن ناحیه بلخی به پایگاه خبری بامداد گفت بازار در نزدیکی خانه حاجی رحمت الله جایگیر شده است. صبح ساعت 6 رفتیم که گفتند احوال خوشدامن پرزیدنت بد شده است. هرچی شدنش ممکن است، برای همین امروز بازار نمی شود. یک طبیب کلینیک منصورов در صحبت با رادیوی آزادی نیز تصدیق کرده است که در حقیقت شب گذشته احوال ازبکبی اسداللویeva بد شده بود. حالا یک کمی بهتر شده است ولی به هوش نیامده است، گفته است او. به گفته این منبع خوشدامن پرزیدنت را با علامت‌های کرونا ویروس در اینجا بستری کردند و او زیر دستگاه نفسدهی صنعی قرار دارد. ازبکبی اسداللویeva 88 سال و 8 فرزند، 2 دختر و 6 پسر دارد. پسر کلانی او حاجی رحمت الله و همچنین شمس‌الله و حسین دوگانه که حسن اسدالله زاده در وادی وخش زمین‌های کشاورزی دارند ولی به سیاست کلان دخالت نمی‌کند. امیرالله خالف پسر دیگرش چندین سال شهردار قرغنتپه بود. امان‌الله سعداللویف یک منصبدار پرنفوذ در شرکت برق تاجیک بود. نام پسر خرده این خانواده محب الله سعداللویف بعد غصب رئیدری بازار انعام در مرکز ناحیه شهر توس و به زندان افکندن صاحب قبلی آن بازار ورد زبانهای رسانه ها شده بود. یک دختر او همسر نخشف رهبر فیلال امانت بانک در ناحیه سینا بود. نخشف سال 2018 از عالم چشم پوشید، اما البته از همه فرزند مشهورترین ازبکبی اسداللویeva عزیز ما رحمانova همسر پرزیدنت امامعلی رحمان و حسن اسدالله زاده رئیس آریان بانک یکی از بزرگترین بانک های تاجیکستان است. چندین تجارت بزرگ در تاجیکستان از جمله شرکت سامان ایر یگانه شرکت هواپیمایی فعال در کشور را به حسن اسدالله زاده نسبت میدهند.